мардуми мо дар тӯли таърихи начандон тӯлонии даврони соҳиби истиқлолӣ аз уҳдаи иҷрои бисёр корҳои ҷиддиву сарнавиштсоз бо сарбаландӣ баромада истоданд. ҳамин аст ки соҳибкорони ноҳияи Вахш аз ҳамаи иқтидору имкониятҳо васеъ истифода бурда дар раванди ободкориву созандагӣ саҳми назаррас гузошта истоданд, то ки ба ҳадафҳои миллии ҳукумати ҷумҳурӣ расида рушди устувору босуботи кишвари азизамонро таъмин созанд ва рӯзгори ҳар як хонадони Тоҷикистонро аз имрӯза дида беҳтару хубтар гардонанд. طبق نقشه چاره‌بینی‌های تعریضی گردیده مسئولان جماعت شهرکی کیروی ноҳияи Вахш 28 انشاءات تعیینات گوناگون تعریضی گردیده کار در این سمت وسعت تازه پیدا نموده است. قسمت زیادی انشاءات‌های جشنی ساختمانش به انجام رسیده مورد استفاده قرار یافته است که به این وسیله ده‌ها جای‌های کاری مهیا گردیده و ساکنان محل با جای کار تامین. با مبلغ‌گذاری صاحبکار رستم چوریف در مرکز جماعت شهرکی کیرو چندین نقطه‌های خدمت‌رسانی قامت افراخته و سیمای این گوشه دیار را زیبا نموده است. حساب صاحبکار در برابر دیگر نقطه‌های خدمت‌رسانی کتابخانه برای آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 مورد استفاده قرار یافته اخلاصمندان کلام بده با کتاب‌های تازه نشر تامین می‌کردند. خوشبختانه صاحبکار رستم چوریف با مکتبی ما یک کتابخانه زمانوی تحفه کردن خیلی مدت ایستاده است و ما فعالیت ما از نو شروع شد، از نو احیا شد، از نو خوانندگان ما باز جای دوم خودشان را یعنی مکانی ادبشان را در اینجا یافتند و خوشبختانه امروز خوانندگان سرشمار دارم، هم از خوانندگان کلانسال هم از نسل نورسی تا ابتدایی. کار ما خیلی خوب براه مانده شده است. همزمان دههای ینگی عریق، چورگلتپه، قزلسوی، بخترآباد، نوآباد 1، نوآباد 2 جماعت مذکور از جانب صاحبکاران محلی راه‌های اهمیت محلی داشته سنگفرش و چراغان کرده شدند. ساختمان بنگاه و مرکزهای سلامتی در ده جایها طبق طلب زمان بوده در این سمت نیز کارهای نظررس به انجام رسانیده شده ایستادند. محله ما بنگاه طبی نبود. یک بنگاه طبی زمانوی ساخته و استفاده دادیم. برای آبادی دهه باشد سیمچوب‌های آهنی زمانوی تشکیل کردیم 16 دانه. باز راه‌ها را از سببی که به حد فرسوده بود با طور حشر اهالی همین دهه یک جای شده راه را سنگپوش کردیم. برای آبادانی همین دهه بعد با کوشش میکنیم که باز ایدم آبادتر و زیباتر کنیم با اهل دهه. با استفاده دادن میدانچه و تالارهای ورزشی، سرتراشخانه، داروخانه، سیخ دوزندگی با فراهم آوردن شرایط معاصر به سطح و صفت نیکو احوالی مردم و سالمی آن مساعدت نموده این عمل از جانب صاحبکاران پیوسته دستگیری خواهد یافت. خلق شرفمند تاجیک از قدیم الایام حس بلند ملی داشته با چنین خصلت‌های نیک و سازنده خود میتواند هر یک اقدام و دستور و سفارش‌های حکومت مملکت را دستگیری نموده به خاطر پیشرفت دولت صاحب اختیارمان سرجمانه زحمت میکشند تا که برای نسل‌های آینده خلق خود ملک آبادی را به میراث گذارند.